سال با بنیاد اینفراستراکچور کلان سیمای خود را تغییر داد. از طرف حکومت مملکت برای تامین رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه و پیشرفت آبادانی آن از حساب بودجه دولت زیاده از 680 میلیون سامانی جدا گردیده. از این حساب نزدیک 100 انشاءات و بناهای نو با مبلغ بیش از 170 میلیون سامانی بنیاد کرده شدند. گفته شد که در دوران صاحب استقلالی کشور توجه حکومت جمهوری تاجیکستان شخصا اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و ساحه اقتصادی و اجتماعی ولایت تطبیق لایحه برنامه‌های جدید ساحوی بخصوص بر رشد ساحه معارف و دهه‌های دوردست ناحیه به اندازه می‌باشد. رشد نموی ساحه معارف در پیشرفت جامعه موقع کلیدی را اجرا می‌کند. از این رو اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای پیشرفت این ساحه دقت ضروری داده آن را ساحه افضلیتناک اعلام نمودند. در دایره نقشه چاره‌بینی‌های تصدیق کرده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ساختمان انشاءات‌های گوناگون در نظر است. از آن جمله امروز در اساس این نقشه چاره‌بینی مؤسسه تحصیلات ابتدایی عمومی رقم 29 دهه روگده جماعت تیخ صاحب بینای نوی زمانوی گردید. معاون رئیس ولایت ایمت شاهزاده انور ایمت شاه ضمن برآمد همکاری‌های متقابلا سودمند حکومت مملکت با شریکان همکار سر وقت ارزیابی نموده. قید داشت که مناسبت دولت حکومت با تشکیلات‌های جهانی زیاد گردیده. در تمام ساحات چاره‌های ضروری راه اندازی می‌نمایند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و سمت معارف توجه خاص ظاهر می‌نمایند. من از نام خودم و از نام تمام ساکنان دهه روگده منتداری خود را به پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که این مؤسسه زمانوی را به ما به استفاده دادند بیان می‌نمایم. بنیاد چنین مؤسسه‌های تعلیمی در روستاهای دوردست شهادت از آن می‌دهد که حکومت کشور پیوسته برای فراهم آوردن شرایط در تمام سمت‌های خواجگی‌داری کوشش بیش از پیش به خرج می‌دهد. باشندگان اظهار خوشنودی از آن می‌نمایند که امروز آرزوی دیرینه روستایان جامعه عمل پوشید که امروز صاحب چنین مؤسسه زمانوی گردیده و آب آشامیدنی دسترسی پیدا نمودند. نماینده شریکان همکار برآمد نموده عرض داشت که این سیاست خارجی مناسبت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با دیگر دولت‌های جهان میباشد که برای ما خارجیان چنین شرایط مهیا نموده در این دولت آسایشته با بهر بلند برداشتن سطح نیک و احوال مردم و فراهم آوردن شرایط در سمت‌های مختلف و بنیادکاری و سازندگی وادی‌های دوردست سهم ارزنده گذاریم. یکی از هدف‌های اساسی حکومت مملکت بلند برداشتن سطح نیک و احوال مردم و حل فصل مشکلات‌های جای داشته به حساب می‌رود. مورد استفاده بری قرار دادن نقطه‌های آب آشامیدنی در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراک معاون رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ایمت شاهزاده انور ایمت شاه، منیجر برنامه جانبداری انشاء اجتماعی مناطق کوهستان خواجه‌میار خماریکوف دلیل این گفته هاست. معاون رئیس ولایت به نتیجه کارهای بنیادی در خط آب نوشاکی در دهه مذکور بهای بلند داده برای دستگیری‌های پیوسته و همکاری‌های سودمند حکومت ولایت با برنامه جانبداری انشاء اجتماعی مناطق کوهستان خزینه آقاخان اظهارات تشکر بیان داشت. ضمن بازدید از نقطه‌های آب آشامیدنی اطلاع داده شد که خط آب نوشاکی با ارزش لایحه‌ای 803622 سامانی با تعداد 59 نقطه آب تامین کنی برای ساکنان دهه و مکتب و مرکز سلامتی بنیاد گردیده مورد استفاده مردم قرار گرفت. از این مبلغ سهم اهالی 227812 سامانی بوده 575810 سامانی از حساب CDS ریاست شویتزاریا عاید به رشد و برنامه جانبداری انشاء اجتماعی مناطق کوهستان خزینه آقاخان جدا گردیده است. بعد مورد استفاده بری قرار دادن نقطه‌های آب آشامیدنی در دهه گرمچشمه جماعت دهات راوند باخری معاون رئیس ولایت و نمایندگان شریکان رشد و باشندگان دهه مذکور دایر گردید. رهبریت جماعت میمانان را خیر مقدم گفته برای دستگیری اظهار تشکر نمودند. در نوبت خود رئیس ناحیه ون جبار قاسم قید داشت در دایره تشبث‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان وابسته به آب تازه دهه مذکور و آب آشامیدنی دسترسی پیدا نمود. سالیان زیاد در این موضوع نرسیدن آب آشامیدنی به مشاهده می‌رسید. الهام باشد با درازی 12629 متر را در یک مدت کوتاه خط آبگذر بنیاد و مورد استفاده بری قرار داده شد. این امکان می‌دهد که ساکنان دهه گرمچشمه که دارای 57 خواجگی میباشند پر با آب آشامیدنی از جهت اکولوژی تازه تامین گردیدند. قید گردید که طی 2 سال اخیر توسط برنامه جانبداری انشاء اجتماعی مناطق کوهستان 6 لایحه انشاءات وابسته به تامینات آب تازه آشامیدنی در ناحیه عملی کرده شد. ما ساکنان دهه گرمچشمه حقیقتا بسیار خرسند و مینه‌دار هستیم که ما در قشلاق گرمچشمه 57 نقطه یعنی خواجگی با آب تازه آشامیدنی تامین گردیدند. از جمله مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نام 10 بنگاه تیبی و اداره پارک ملی و آب تازه آشامیدنی تامین گردیدند و مینه‌داری خود را
به همه اون اشخاصی که در این کار خیر سهم گذاشتند بیان می‌نماییم. منجر برنامه جانبداری این شبه اجتماعی مناطق کوهستان برآمد کرده قید داشت که طبق همکاری‌های متقابلا سودمند حکومت مملکت بخصوص رهبریت عالی مملکت که چنین شرایط را برای شریکان همکار فراهم آورد، این شهادت از آن می‌دهد که مناسبت دولت و حکومت با تشکیلات‌های دولتی و غیر دولتی خوب به راه مانده شده برای آبادی کشور محبوبمان سهم ارزنده خویش را می‌گذارد. از باشندگان دعوت به عمل آورد که برای نگهداری آب آشامیدنی دقت ضروری روانه نمایند. نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن برآمد قید داشت که ناحیه ونج تا وادی‌های دوردست با جهد و تلاش حکومت جمهوری تاجیکستان آباد و زیبا گردیده و استفاده سپرده شدن چنین یک انشاءات حیاتاً مهم نشانه چنین غمخواری می باشد. برای ارزنده پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان هر یکی ما باید در پیشبرد کارهای بنیادکاری و سازندگی سهمگذار باشیم. مسکونان تجویی از برکت چنین همکاری‌های اظهار سپاس نمودند. خوشبختانه ما ساکنان دهه گرم چشمه نیز به یکی از نعمت‌های بی‌بهای آن که منبع اساسی گروی سلامتی است، زیست و زندگانی آدمان و حیوانات و نباتات به آن وابسته است، یعنی آب آشامیدنی که سالیانی زیاد مخصوصا در دوره زمستان تنقیصی می‌کشیدیم برخوردار شدیم. اینک روز خرسندی بخش فرا رسیده است که در نزد حولی هر یک خاندان خط قبور آب کشیده شده است و مورد استفاده آدمان قرار دارند. خرسندی آدمان این دهه حد و کنار ندارد. امید چندین ساله ساکنان محل عملی گردید. بنابراین از نام تمام ساکنان دهه گرمچشمه به شما تشکر صمیمی میگویم. مطابق نقشه‌های مقامات محلی و حاکمیت دولتی و ولایت و ناحیه، همکاری‌ها با شریکان رشد در ناحیه نیز ادامه یافت. باز انشاءات‌های دیگر مهم اقتصادی و اجتماعی در این منطقه مورد استفاده بری قرار داده خواهند شد.